چطوری سمت؟ خوبم باریش از این طرفا. هیچی، همینجوری داشتم میگشتم، میخواستم کاپیتان صالحو ببینم. عثمان چند دقیقه پیش تماس گرفت، گفت کاپیتان صالح مریض شده، امروز نمیاد. عجب، که اینطور. منم دارم میرم پیش اونا. شاید بتونم یه کمکی بهشون بکنم، شایدم نتونم. تنهایی از پسش برمیاد، میدونی که. تو چرا میخندی؟ مگه مریض نیست؟ والا منم از ناراحتی نمیفهمم دارم چی کار میکنم. گیج شدم. من دیگه رفتم، بعدم میبینمت. حالا صبر کن آقا ساواش، ببینم از سورپرایزم خوشت میاد یا نه. میشه یکم از من فاصله بگیری؟ به خاطر شماها 1000 تا بلا سرم اومده ها. چی شده ظریفه؟ میخواستی چی بشه؟ آبروم جلوی همه مردم رفته. میشه بگی جریان چیه؟ هیچی بابا، از من و تو و باریش عکس گرفتن. این آقا رستم و آقا مختارم دست به یکی کردن عکس‌ها رو پخش کردن. فقط همین؟ کم چیزیه. برو پیکارت، الان یکی میبینه دوباره شهر میشه. به درک بذار ببینم. یه نفر بیاد حرف بزنه ببین من چی کار میکنم. هر کی تو رو اذیت بکنه با من طرف ظریفه. در ضمن ظریفه که من میشناسم به همین راحتی نمیذاره کسی اذیتش کنه. میدونم، اما خب بی خودی اعصاب منو ریختن به هم دیگه. بی خیال مردم، من میرم دریا برم ماهیگیری، حالم شاید بهتر شه. میخوای منم بیام؟ بهت کمک میکنم. لازم نکرده، خودم میتونم. دختر جون کار خاصی ندارم، بذار باز بیام دیگه. پسر جون آخه چرا نمیفهمی؟ من چی دارم بهت میگم مردم دارن پشت سرمون حرف در میارن. چرا اصرار میکنی آخه؟ لازم نکرده بابا، من خودم با صمد انجامش میدم. ای بابا. کجا؟ خدا سلامتی بده ظریفه. منم داشتم میرفتم خونه شما، گفتم بابا صالح مریض شده. آره امینه بالا سرشه. آخه اینجوری که نمیشه. امینه تنهایی میخواد چیکار کنه؟ بابا صالح هم مثل بابای من میمونه. من میرم بهش سر بزنم. خداحافظ. ای بابا، پس ما اینجا چی کاره ایم آخه صمد اصلا دیگه نمیشنوه. آخه من الان با کی برم ماهیگیری؟ کار دارم. böyleymiş meğer. Aşk böyleymiş. Hiç kimseden çekmedim, senden çektiğim kadar. Nedir bu böyle? Hala sana doyamadım. مریم خانم دقیقاً چه خبر اینجا؟ از دیروز تا حالا هی آردا میکنه. مثلا اینجوری میخواد فراموش کنه. خدا شفا بده. هی زینب، آی عشقم اومده، بیا رقصیم عزیزم. böyleymiş meğer. بسه دیگه، بسه دختر، بس کن دیگه. ای بابا چی کار داری میکنی زینب؟ اعصابم خیلی به هم ریخته. ایموجی غمگین. اصلا درکت نمیکنم. یعنی میشه اینجوری حرف بزنی من بفهمم چی میگی؟ من حالم خیلی بده ظریفه. چرا اینجوری میکنی زینب؟ همرم داری ناراحت میکنی یا به خالت نگاه کن، بنده خودت 2 روزه از بین رفته. آخ ظریفه جان، به خدا نمیتونم باهاش سر کنم. اینقدر آردا میکنه مخم رفت. تو رو خدا یکم باهاش حرف بزن. خب آخه چیز دلم میخواد که این کارو بکنم، ولی خب منم باید برم ماهیگیری دیگه، کار دارم. چی؟ ماهیگیری؟ دکترای روانشناس میگن ماهیگیری خیلی آرام بخشه. میشه منم بیام ظریفه؟ لطفاً. اون لباتو اون شکلی نکنم میذارم تو دهنت. چرا لبات اینجوری میکنی؟ خیلی خب باشه بیا بریم. آخ جون، بذار ببرمش. باشه عشقم، میریم ماهیگیری. خداحافظ سالی جون، خداحافظ. بابا بزرگ چیزی نمیخوای؟ نه دخترم چیزی نمیخوام. به خرسه میگن چرا تو آخرین نفری؟ گفت چون من خودم کار خودم رو انجام میدم. حالا نوبت تو شناسی. خبری شده همون شناسی؟
زمد پسرم تو با کی حرف میزنی؟ با عمو شناسی دیگه. کی؟ شناسی؟ دیشب رو صندلی خوابم برده، کمرم بد جوری گرفته، حالم خیلی بده. کمرش گرفته. آخه تفکی مرد گنده کمرش خم شده. یه لحظه صبر کن الان درستش میکنم. خیلی درد میکنه خدایا، ناقص شدم. آقا شناسی مگه بهت نگفتم اگه دنبال اون داروی شیپیل داگ باشی 1000 جور بلا سرت میاد. خدا بهت رحم کرد مرد، اگه دستورشو پیدا میکردی الان دراز به دراز اینجا افتاده بودی رو زمین زبدری، اونم بهت قول میدم. حالا زیاد جوش نخور، به جاش یکم راه برو. اگه یکم از اون دارو میدادی با این کمر ناقصم تا اینجا نمی اومدم. یکم پماد داری؟ شاید کمرمو خوب بکنه. هنوزم میگه مرهم. برو دخترم، تو خونه یکم مرهم داریم، برو اون پمادو ورده بیار. ببینم عمو صالح خوبه؟ آره حالش خوبه. فعلا بذار اینو درستش کنیم، بعد با هم میریم پیش ساش. بیا داداش شناسی، این کمرت خوب میکنه. اگه میخوای سامت برات بزنه ها؟ ببینم میخوای کمکت کنم؟ نه شفیق برام میماله. باشه برو بابا، برو خونه، هر کی بره خونه خودش. برو آخه برو پی کارت دیگه. شمد جون تو هم با این وسایل همینجوری موندی؟ دخترم اینا رو بگیر دیگه از دست. نه من خودم میارم، امینه خسته میشه. قشر در رفتم، بازم خیلی خوب بازی کردم. آره ای بابا یه چی شدی؟ واقعا کمرم گرفته که وای کمرم گرفت واقعا. خدایا کمکم کن، نجات پیدا کنم، به خدا دیگه دروغ نمیگم. زینب بی خدا آردا بود. زینب بس کن دیگه، باز شروع کردی یا؟ خب کشتی ما رو با این آردا کردنه دیگه، خستم کردی. بس کن دیگه. خدایا ببین به چه روزی افتادیم. کسی که با احساس یه خانم بازی میکنه باید هم یه کتک حسابی بخوره. بعد دیگه جرئت ندارن از این کارو بکنن. بهت نشون میدم آقا ساواش، بهت نشون میدم. فقط بذار از اینجا بیام بیرون. یه لحظه صبر کنید، میخوام ریلکس کنم. که چیکار کنی؟ آروم باش، درست میشه. آره عزیزم درست میشه. تو رو خدا یکم آروم باش دیگه، این پسره رو ول کن بابا، زندگی تو بکن زینب جان عزیزم. آره بابا، اون بالاخره تاوان کارش رو پس میده، نگران نباش. زینب بس دیگه، من کار و زندگی دارم، تو رو خدا خودتو جمع و جور کن. باشه خوبی الان؟ آره پس یه سلفی بگیرم عالی میشه. آی باز شروع کرد. خدایا من خسته شدم از دست این. میخوام با ظریفی جونم ماهیگیری کنم. دوست جونم بیا عکس بگیریم. بیا عکس بگیریم، این دست از سرمون برداریم. باز لبش این شکلی کردیم. میگم خواهر اگه بابا بفهمه این دفعه دیگه هر دومونو میکشم. مگه نقدی میخوایم بخریم با کارت میخریم؟ چطوری میخواد بفهمه؟ ببخشید میشه بیاین؟ بفرمایید چی میخواستین؟ ما میخوایم ازدواج کنیم. ماشاءالله میخوایم تو یه روز عروس شیم مادقاله. جهیزیه میخوایم. خیلی چیزا میخوایم. منظورتون چیه؟ مثلا سرویس آشپزخونه، سرویس اتاق نشیمن، سرویس اتاق خم. نقدی یا قسطی؟ با کارت میخوایم بخریم. البته بابای ما رستم آقاست، ما خیلی پول داریم. خب چطور؟ یعنی من و خواهرم هم خب پول داریم دیگه. بفرمایید داخل. چیزی میل دارین؟ من یه نوشابه رژیمی میخوام. در خدمتم. خواهری مگه بابا نگفت اونم کالری داره؟ یادت رفت؟ به نظر من وقتی لایت باشه یعنی رژیمیه. باشه منم یه لایت میخوام. بفرمایید. خیلی ممنون.
الو چیه؟ الو باریش، منم الیکنور. چیه؟ چی شده؟ زود باش بگو. باشه 2 دقیقه است. میخواستم یه چیزی بگم. میخوام یخچال بخرم. تو چه رنگی دوست داری؟ چی داری میگی؟ میخوام جهازگیری کنم. دارم یخچال میخرم. تو چه رنگی دوست داری؟ وای خدا، آخه به من چه؟ چرا از من میپرسی؟ دختر روانی. قطع شد. آخه خیلی درگیر کاره. اما میدونین عاشقمه، میخواد منو بگیره. گفت تو هر رنگی دوست داری همونو بخر. همونو میخرم. اونو میخوام. داداش سلیمان، آسمان ولم کن دیگه، چقدر حرف میزنی؟ بس کن پسر. تو مطمئنی داداش سلیمان؟ تو چرا اینقدر به این قضیه گیر دادی آخه؟ داداش سلیمان، تو الان میخوای بری با آقا صالح حرف بزنی. خب اسم این میشه غیبت. توبه کن پسر، توبه کن. غیبت چیه؟ من میخوام برم خیلی اصولی با آقا صالح حرف بزنم. همین تصمیم آخرت داداش سلیمان، چون گفتم شاید پشیمون بشی. باشه، من دیگه هیچی نمیگم. چه؟ میگم نمیخوام تو گناه بکنی، ولی دیگه هر جور راحتی. داداش سلیمان، من یادم رفت بهت بگم آقا صالح امروز کاپیتان این کشتیه. اگه میخوای بری باهاش حرف بزنی برو زود سوار شو. بس دیگه حرف نمیزنم، اون بنده خدا کار داره. نمیشه داداش سلیمان، نمیشه کار امروز رو برای فردا بندازی. برو که سوار شو. باشه. آفرین، الان کشتی را میفته. زود سوار شو. برو زود سوار شو. بابا آقا صالح، راستی داداش سلیمان، یه چیزی یادم افتاد. میگم که اگه تو عید قربان نتونم گوسفند قربانی کنم برای اینکه خیلی گرونه، اگه ماهی پخش کنم ثواب داره؟ ثواب داره یا نه؟ از دست تو عثمان، از دست تو. صالح، آقا صالح. سلامت داداش سلیمان، امیدوارم به زودی ببینمت. درش کردم. ساواش، اون تنابو باز کن. چشم کاپیتان. ظریفه صبر کن. ظریفه چی شده؟ باز چرا داد میکشی؟ چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ من با تو چیکار کردم؟ یا اینجا میخوام باهات حرف بزنم. پسر تو مگه حرف حساب حالیت نمیشه؟ برو پی کارت. تو دخالت نکن. ظریفه بیا، میخوام باهات حرف بزنم. پرت و پلا نگو پسر، یه کاری نکن بیام اونجا. صبر کن ظریفه. پسر اون تنابو ول کن، چقدر احمقی آخه. ظریفه وایسا. وای عجب بیر میشد. ظریفه ظریفه صبر کن. ظریفه وایسا. الو، من سحرم، با ساواش دارم حرف میزنم. بله، متاسفانه با ساواش حرف میزنی. میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. من دارم تخت میخرم، نمیتونم تصمیم بگیرم، اعصابم به هم ریخته. میخوام بالشت بخرم. حالا تو بهم بگو بالشت پنبه بگیرم یا نه. عزیزم میگم یه کاری کن، از همون بالشای پنبه‌ای بخر که راحت بخوابی. دختر چی داری میگی به من؟ چه که تو چی میخوای بخری آخه؟ دختر چرا انقدر احمقه؟ خدایا این پسر چقدر باهوش و فهمیده است. گفت پنبه‌ای بخر، دلش میخواد که من راحت بخوابم. وای خدایا یه جوری شدم. دلم میخواد بخوابم، خیلی دلم میخواد. آخ عزیزم. آی اونجوری نکن. منم اومدم با هم بکنی. ببینم قشنگه. خیلی راحته. میفرستم استانبول. 13 لیتر. الو، من شناسیم. کار تمومه. حالا دیگه نوبت شماست. نه نباید این کارو بکنی، اونجوری نمیشه. تو برو سمت راست، برو.
باشه بابا آروم باش دارم میرم. آره جلو دست و پام هم نیستی چون من میخوام اینو بچرخونم. میگم تو که گفتی ماهیگیری بلدی که، ولی انگار بلد نیستی. مطمئنی بلدی؟ بله مطمئنم. من یه روش دیگه ماهی میگیرم، برای همین اینجوری بلد نیستم. دختر تو از صبح تا حالا بالا سر ما داری چیکار میکنی؟ هی تیک تیک ول کن دیگه این موبایلو. خب چیکار کنم؟ خیلی بامزه این. خیلی خوبین شما. میگم ظریفه نکنی شما 2 نفر عاشق هم هستی؟ چرا داری پرت و پلا میگی زینب؟ آخه عزیزم مگه چه اشکالی داره؟ خب خیلی به هم میاین دیگه. زینب داری پرت و پلا میگی، منم هیچی از حرفات نمیفهمم، نمیخوامم بفهمم. خب این دهنو ببند. تو چرا گیر دادی به این قضیه عشق و عاشقی؟ مهم اینه که با کی باشی، چه خاطراتی باش داشته باشی. مگه اینطوری نیست؟ اوه مای گاد، شوکه شدم. اصلا ازت انتظار نداشتم تو این حرفا رو بزنی واقعا. اوف زیادی داری کشش میدی ها. برو از اون پایین یه دونه آب برا من بیار، دارم میمیرم از تشنگی. بدو. باشه ظریفه جون. صبر کن تو نرو، تو الان تو شوکی زینب. بیا من خودم میرم. باشه آی. بچه تو مگه مریضی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دهنتو ببند. اون زینبو تو انداختی دنبال من. به خدا میکشمت ساواش. غرق عرق شدم، زندگیم داره نابود میشه. امیدوارم بدتر از این بشی. فکر کردی فقط خودت بلدی؟ ساکت شو، کشش نده. من از اینجا بیار بیرون. همگی اون بیرون نشستیم، چرا نمیای پیش ما خود؟ ساواش میکشمت. باشه میشه بی زحمت اون آبو بدی به من؟ اومدم آب بدم. خیلی ممنون آردا جون، خیلی ممنونم عزیزم. ساواش بالاخره که گیر من میافتی. من حساب تو رو میرسم. امیدوارم داداش، امیدوارم خوش بگذره عزیزم. من از اینجا بیار بیرون. دارم خفه میشم. چی نکن ساواش ول کن. آخه نمیفهمم، یه ذره تب داشتم، الان دارم تو تب میسوزم. این چه وضعش آخه؟ بسته دیگه، دارم میسوزم. سوختم. بلندشم دیگه، بسته دیگه. وای نه بابا جون، تو رو خود از جات پا نشو. باشه دخترم برو کنار ببینم. ای بابا نگاه کن به چه روزی افتادم. اصلا من به هم ریخت. دخترم میخوام برم بیرون، میخوام برم قهوه‌خونه. اما بابا جون از سر راه برو کنار. وای حالم بده. دخترم امینه، دخترم چی شد؟ امینه دخترم چت شد آخه؟ ای بابا تو رو خدا چشماتو باز کن ببینم. آخه خالی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم یهویی قش کرد دخترم چشماتو باز کن. سما اینطوری نمیشه، باید ببریمش بیمارستان. وای نه من خیلی خوبم، حالم خوب شد، لازم نیست بریم بیمارستان بابا جون. مطمئنی دخترم؟ به خدا خوبم، فکر کنم به خاطر نور بود اینجوری شدم، یکم شیپیلداک بزنم خوب میشه. ما رو خیلی ترسوندی امینه. زهر ترک شدم دختر. مطمئنی خوبی؟ به خدا چیزی نیست، حالم خیلی خوبه. باشه خدا رو شکر خوبی، خیلی خوب شد. منم میرم قهوه‌خونه، سوختم بابا. وای باز حالم داره بد میشه. امینه بابا کانسله میشه نرین. امینه حالش اصلا خوب نیست. بابا تو میخوای دختر خوشگل تو، دختر یکی یه دونه تو ول کنی بری قهوه خونه؟ آره باشه دخترم باشه. امینه پس بیا کنار هم دیگه بخوابیم، پتو رو بکش رو. اون چیز کوش. ای وای حالم خیلی بده. خوب شد منم اومدم، شما استراحت کنید. من میرم براتون یه دوغ خنک چیزی درست کنم بیارم. باشه من یه مقدار یخم بریز توش. چشم. خیلی یخ بریز. حتما. شناسی چی کار کردی؟ وسایلو خریدی؟ میخرم عزیزم، نگران نباش. باشه شناسی، هر کاری میخوای بکن. باشه من که دیگه عادت کردم. دادی دلمو میشکنی عزیزم. اینقدر قصه نخورین، به خدا منم ناراحت میشم. یعنی هیچ وقت قرار نیست یه خونه زندگی درست حسابی داشته باشم. اینجا خونه شفیقه خانومه؟ بله خونه منه، بفرمایید. وسایلتون آوردم. چی؟ شناسی؟ تو منو سورپرایز کردی؟
بیا بریم. وسایل کجاست؟ باورم نمیشه. لباسشویی؟ وای شناسی تو یه دونه ای به خدا. ممنون عزیزم. سورپرایزم کرده. میبینین؟ اینا رو کجا بذارم خانم؟ اون طرف. بیا الان بهت میگم کجا ببری. بیای. اینا رو کی خریده؟ والا یه آقا رستمی هست تو این روستا. دخترای اون خریدن فرستادن اینجا. آها رستم؟ دختره آقا رستم؟ بله دختراش فرستادن. آها الان فهمیدم. باشه همه رو خالی کن. همه رو خالی کنیم ببرین طبقه بالا. زود باشین. بیاین از این طرف. فکر کنم آقا صالح هنوز از هیچی خبر نداره، چون هنوز هیچ سر و صدایی نکرده. این آرامش قبل از طوفان آقا رستم. بفرمایید. از کدوم بانک؟ بله. آها چی میگی؟ من از کارت بانکیم همچین ولخرجی نکردم. الان نمیتونم باهات حرف بزنم. قطع کن. تو روستای خبراییه. بریم ببینیم چه خبره آقا رستم. فاطمه جان همین روزا بالاخره به هم میرسید. دوستان بیاین اینجا، بیاین جلو، بیاین شما هم بیاین، همتون بیاین. اما خلیلون بالا چه کار می‌کنی؟ آقا یاشار چرا عقب وایسادی؟ بیا جلو دیگه. کار این کارو نکن آقا خلیل، سرت گیج میره پرت میشی پایین. ماره بابا تو نمیخواد نگران باشی، من خودم مسئولیت کارمو به عهده میگیرم. اما خلیل این کارو نکن، تو رو خود دیوونه بازی در نیار. نکن پدر جان نکن، هر چی میخوای بگو ما انجام میدیم. تا وقتی که نریم خواستگاری فاطمه امکان نداره از اینجا بیام پایین. شما ساله‌و پیدا کنیم بگیم بیاد کارش دارم. فهمیدین چی میگم؟ برین ساله‌و پیدا کنیم. محمد زود برو بگو عمو صالح بیاد. این یارو دیوونه شده. صالح دیگه بیچاره شد. یا فاطمه یا مرگ. عمو خلیل آخه چرا میخوای خودکشی کنی؟ خودکشی کردن گناه بزرگیه. زشته. به خدا عصبانی میشم. جمعش کن بابا. جدا کردن عاشقا از هم گناهه. پس چرا هیچکس عین خیالش نیست ها؟ برین اون سالو بیارین اینجا. من میخوام با پسرم حرف بزنم. عمو صالح چی شده؟ چه خبرته؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ اتفاق خیلی وحشتناک افتاده. یعنی چی شده؟ عمو خلیل رفته بالای مناره میگه اگه پسرم نیاد خودکشی میکنم. چی میگی پسر؟ بابای من؟ وای الهی بمیرم. ببینم محمد داری راست میگی؟ به خدا راست میگی. همینه. ظریفه کجا؟ رفت ماهیگیری دیگه. رفت ماهیگیری؟ وقتی سمد اینجاست اون رفته ماهیگیری؟ واقعا شما هیچ چی نمیشین. نمیتونی مراقب اون پیرمرد باشی. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بریم ببینم. برو رادیو. نامادریش پاکیزه خانم گفت پسر تو میخوای این دختر رو بگیری یا نه؟ منم گفتم بله معلومه که میخوام بگیرمش. من بهش قول دادم. بابا بزرگ. بابا تو اون بالا چی کار میکنی آخه؟ برای اینکه آقا سلیمان به زحمت نیفته اومدم اشهد خودمو بخونم. بعدش هم میخوام خودمو پرت کنم پایین. آبروی منو جلوی مردم بردی. بیا پایین بابا. بیا پایین. صبر کن همین الان خودمو میندازم پایین. بز ببینم. نه چی کار میکنی تو؟ راکت بابا تو ترسیدی که من بمیرم؟ من سالهاست دارم از عشق فاطمه میمیرم و زنده میشم. تو عین خیالت نیست. آره دیگه حتما با خودت میگی بابام یه پیرمرده و سن و سالی ازش گذشته. ولش کن خودش بی خیال نیست. آخه مگه همچین چیزی میشه؟ تو تاج سر مایی، چراغ خونه مایی. تو رو خدا بیا پایین دیگه. نمیام آقا صالح. تا زمانی که تو منو به فاطمه نرسونی من پایین بیا نیستم. میفهمی چی میگم فاطمه دختر؟ داری اونجا مینویسی؟ باشه بهت قول میدم. بیا. چی؟ تو رو به فاطمه میرسونم. خوبه؟ چی داری میگی؟ چرا دروغ میگی؟ اصلا درست نیست. شما تو کار من دخالت نکنه. بریم پی کارتون. صالح تو داری راست میگی یا نه؟ راست میگم بابا. قول مردونه بهت میدم. تو رو میبرم پیش فاطمه بابا. بیا پایین قربونت برم. حالا که قول مردونه داد پس به حرفش عمل میکنه دیگه. فاطمه منتظرم باش.
دارم میام خواستگاری. برو اسکله. همین که آبجی ظریف از ماهیگیری اومد همه چیو بهش بگو. برو. بوده پسر. بابا جان دارم میرم پیش فاطمه. من دارم میرم پیش فاطمه. بیا بریم. دارم میرم بیا بریم. آره فاطمه. سواش اون طنابو ببند. باشه. زینب بلند شو باید بریم. ممنونم. چطور بود کاپیتان؟ امروز به دردت خوردن؟ دستت درد نکنه. اگه تو نبودی خیلی اذیت می‌شدم. هر وقت بخوای میام. تو فقط به این مزخرفاتی که بقیه میگن اهمیتی نده باشه. اوف. اون حرف خیلی اذیتم میکنه. اصلا اعصابمو میریزه به هم. دارم به بابام فکر میکنم. ولش کن بریم. بیا اینم بگیر. بده من. خوبه. آبجی ظریفه چی شده؟ عمو صالح داره عمو خلیل رو میبره پیش فاطمه. بودو بریم پسر. بودو ببینم. ظریفه چه؟ تو ماهی ها رو ببر خونه. بیا ما بریم. وایسو ما بیا بابا بیا. بابا بیاین دیگه. بابا چی شد؟ چرا وایسادی؟ بابا چیه هی بابا میکنی؟ اسممو داری حفظ میکنی؟ وایسادیم برای امواتمون یه فاتحه بفرستیم بابا. باشه خیلی خوب. باشه بریم بخونیم. بریم. یا بسم الله الله. الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. ولم یکن له کفوا احد. خدا بیامرزتشون. یا الله خدا بیامرزه همه. آمین. خب دیگه بریم. بفرمایید. خدا رو شکر. یا